خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. دوستان و رفیقان هم تحصیل من، نزدیک به بهار سال 1953 اینستیتوت در کوچه ارمنسکی پریولوگ به عمارت دو آشیانه محتشم کوچید. در این بنا در اول قرن 20 اینستیتوت زبانهای شرق به نام لازارف واقع بوده است. بعد از انقلاب سالها در اختیار مرکز فرهنگی ارمنستان بوده است. نهایت با قرار مأموریت شهر مسکو بنا را به اختیار اینستیتوت شرقشناسی اکادمیای علوم واگذاشتند. در اینجا ما اسپرانتان و عالمان جوان امکانیت پیدا کردیم که روزهای معین در شعبه خود یا در خانه مخصوص جمع شویم، مسئله های تحصیل و احتیاجات خود را بررسی کنیم، صحبت های علمی و خصوصی تشکیل نماییم. به این واسطه توانستیم با هم آشنا شویم، طرح الفت و دوستی براندازیم. اکثر اسپرانتان و عالمان جوان از جمهوری‌های آسیای میانه، قفقاز و تاتارستان، یعنی اکثر ترک زبان و فارسیدان بودند. پیری ما دکتراند عزت سلطان از ازبکستان بود. عزت سلطان فرد شناخته کشورش بود. سالها در ادبیات شناسی ازبک تحقیقات مهم انجام داده، صاحب چندین کتاب و تألیفات نیز بود. چند سال در مقام معاون سروزیر جمهوری سرپرست ساحه فرهنگ و هنر بود. در آخر از کارهای دولتی استعفا داده به مشغولیت‌های علمی گذشت و همان سال برای دفاع رساله دکتری به اینستیتوت شرقشناسی آمده بود. عزت سلطان مرد فروتن، دانشمند و عاقل بود. در جلسه های علمی و بالخاصه در بررسی های کارهای علمی جوانان با کمال اشتیاق شرکت نموده، مشورت های خالصانه و مفید میداد. بعد از مسکو من با عزت سلطانوف در تاشکند و شهرهای دیگر در همایش های علمی و جشن و محفل های ادبی بسیار ملاقات داشتم و بین ما دوستی و رفاقت با احترام و حسن تفاهم برقرار بود. از هم تحصیل های خود پیش از همه با جوان داغستانی محمد نوری عثمانوف آشنا شدم و این آشنایی بعداً به دوستی طولانی و قرین و برادرانه مبدل گشت. محمد نوری در خوابگاه اکادمی در روبروی کوارتیر ما زندگی می کرد. روز بی تکلف به خانه ما در آمده خود را شناساند. وی سال 1950 شعبه شرقشناسی فاکولته فیلولوژی دانشگاه مسکو را تمام کرده و نیت کار به استالین آباد می آید. در استالین آباد ناخواست و بیماری سخت گرفتار شده به مسکو باز می گردد. اندکی صحت یافته به اسپرانتور داخل می شود. وقتی که با هم شناس شدیم وی با راهبری برگینسکی در موضوع مأخذهای قدیمی شاهنامه دیسرتاسیه می نوشت. محمد نوری، من و تمام دوستانش او را به نوری نام می گرفتیم و امروز هم که به سن 80 قدم نهاده است به همین نام به او مراجعت می کنیم. که آن وقت دیده بودم جوانی قاقینه میان قد نهایت چست و چالاک و پرغیرت بود و با آدمان زود انس و الفت می گرفت. دانش خوب داشت، زبان کلاسیکی فارسی و عربی را نغز می دانست. از آنجا که در مکتب میانه روسی تحصیل کرده بود، زبان و ادبیات روس را فرا گرفته، تألیفاتش را به همین زبان می نوشت. به لهجه فارسی ایرانی معاصر حرف می زد. پدر نوری از انقلابیان بولشویک بود و در استقرار حاکمیت شوروی در داغستان مبارز جانسپار بوده است. سال 1937 زندانی شده، در تبعید فوتیده، عائله‌اش بی پرستار مانده است.
نوری دانشگاه و اسپیرانتور را با کمک خویشان و همدیارانش ختم نموده بود. پس از دفاع رساله نامزدی او را در انستیتوت شرقشناسی به کار قبول کردند. وی با تمام غیرت و جد و جهد به اجرای نقشه‌های علمی انستیتوت مشغول شد و زمانی نگذشته با زحمت و جدیت در بین خادمان و راهبران پژوهشگاه مورد اعتبار و محبوبیت گردید. نوری بعد از ازدواج به دختری از خویشاوندانش صاحب فرزند شد، اما جای و منزل برای اقامت در مسکو نداشت. برای خریدن خانه پول لازم بود و نوری از سال 1957 به جمع نمودن مبلغ برای خریداری جای و منزل به جد و جهد میان شکن با ترجمه آثار منثور کلاسیکی فارسی به زبان روسی مشغول شد. همزمان با ترجمه های آثار خرد کلاسیکان و ترجمه تحت اللفظی داستان و منظومه ها برای مترجمان روس محمد نوری عثمانوف رساله تاریخی احمد دانش، 4 درویش، بهار دانش را به صفت خوب به روسی گردانید. نوری و همکاران او اندری برتلس، رستم علیف، غضنفر علیف هنوز در وقت زنده بودن استاد برتلس و ترتیب دادن متن علمی و انتقادی شاهنامه شروع کردند. این کار پس از درگذشت برتلس نیز با سرپرستی دانشمند مهاجر ایرانی شادروان نوشین دوام کرد. در این کار سهم نوری از همه زیادتر بود. نتیجه های زحمات آنها بود که در آخر متن نوی شاهنامه در 9 مجلد به چاپ رسید و از طرف شرقشناسان جهان همچون بهترین متن معتمد اثری بیزوال فردوسی پذیرفته شد. دوستی من و نوری دوستی عائلوی ما نیز بود. همسر وی خدیجه با همسر من دوگانه های قرین شدند. تابستان نوری با عائله‌اش به داغستان به اولش می رفت. در آنجا هم آرام نمی نشست. به قول خودش برای ایام پیری منزلی بزرگ عمارت می کرد. من با همسر و فرزندانم در خانه مسکویش تابستان را می گذرانیدیم. خانه‌اش در خیابان میچورین در پس دانشگاه مسکو در لنینسکی گاری، حالا با نام اصلیش ورابیوفسکی گاری موسوم است، واقع گردیده است و جایهای سایه و سلقین و درختزار و سبززار است. ما آنجا استراحت می کردیم. به تئاتر و کنسرت ها و تماشای موزه و یادگاری های تاریخی می رفتیم. ما و محمد نوری همکار و در بسیار مسئله های علمی هم عقیده و هم مسلک بودیم. با هم کاری بزرگ ترتیب دادن لغتنامه شاهنامه را سر کردیم. به همکاری از طرف ایران شادروان مجتبی مینوی را نیز جلب کردیم. مرکز کار شعبه تاریخ ادبیات انستیتوت زبان و ادبیات رودکی تحت راهبری من بود. محمد نوری چند سال آخر راهبر بخش متن شناسی و نشر آثار خطی انستیتوت شرقشناسی اکادمی شوروی بود. کارهای بزرگی پر اهمیت را سر می کرد، ولی قوت و فرصت نمی رسید و کارها ناتمام می ماندند. از جمله لغتنامه شاهنامه در نیمه راه ماند. متن نوی شاهنامه نیز تمام شد و چاپ آن به تعویق افتاد. کاری بزرگی که او در چند سال آخر انجام داد ترجمه قرآن مجید بود که در مسکو و ایران چند بار به چاپ رسید. محمد نوری در آخر سالهای 80 به وطنش بازگشت و در مخرج قلعه مرکز ایران شناسی تأسیس نمود که حالا سرپرستی آن را در عهده دارد. در اسپیرانتور اینچنین تاتیانا اویزووا، دختر مرحوم مختار اویزوف، شادروان طلعت عبدالجباروف سمرقندی، غضنفر علیو آذربایجانی، سبگتولین قزانی، کلشترین مسکوی، افغانشناس گیرس دوستان نزدیک من بودند. ما اسپیرانتان در کارهای جمعیتی از جمله در معرکه‌های انتخاب شورای عالی از تبلیغگران فعال بودیم. خلاص همه ما یک دوره جوانی علمی اسپیرانتی فراموش ناشدنی را از سر گذرانیدیم. در سالهای اسپیرانتی چنانکه در بالا گفتم
با اندری برتلز هم طرحی دوستی به میان آمد. و هرچند 2 سال پیش رساله نامزدی را دفاع کرده و کارمند علمی بود، اما در سن و سال و تحقیق بسیار مسئله های علمی در دایره ما جوانان بود. اندری با پدرش کمتر شباهت ظاهری داشت، ولی طرز گفتار و صدای نرمش به پدرش خیلی مانند بود. حتی در سخن گفتن بسیار عباره های علمی و ادبیش از اسلوب پدرش منشأ گرفته بود. اندری در نوشتن تألیفات علمی نهایت پاکیزه‌کار و عمیق نظر بود. در ترتیب دادن متن شاهنامه از شرکت کنندگانی پرکار و با دقت بود، ولی مثل پدر در ساحه علم فداکاری نداشت. در تفاوت از پدر در مصرف وقت محدودیت را رعایت نمی کرد. صحبت و محفل‌ها را بیشتر دوست می داشت. بعد از آن که به جوانزنی آزادمنیش و زندگی دوست خانه‌دار شد، به مشغولیت‌های علمی کمتر میل و فرصت داشت. در اولی سالهای 70 از روی چند دست‌نویس‌های اسماعیلیه که در پامیر به دست آمد، کتاب تألیف نموده به درجه دکتر علم نائل گردید. سال 1975 به او وظیفه نمایندگی اکادمی سر را در یونسکو پیشنهاد نمودند. او به پاریس رفت و 10 سال ایفای وظیفه مأموری را در عهده داشت. پس از بازگشت به مسکو، گرفتار بیماری لاعلاج شده از جهان چشم پوشید. کار بزرگترین و مهمترینی که اندری به زحمات شایسته تحسین در زندگی خود انجام داد، تهیه نمودن و به چاپ رسانیدن 5 جلد آثار منتخب پدرش استاد برتلز بود. پس از 9 جلد آثار اکادمیک برتولد، 5 جلده آثار برتلز در شرقشناسی جهان بزرگترین یادگار علمی گردید و از اینجا نام اندری برتلز نیز به نیکی در یاد ما باقی مانده است. از دوستانی که در سال آخر اسپرانتورا در مسکو پیدا شد، رستم علیف نام جوان آذربایجانی بود. او تخصص ایرانشناسی را در لنینگراد کسب نموده، تحت راهبری الکساندر بولدرف در موضوع ایجادیات سعدی شیرازی رساله نامزد علمی را دفاع نموده، در آخر سال 1953 به اینستیتوت شرقشناسی آمد. زبان فارسی، عربی را خوب می‌دانست. به این زبانها با فصاحت تام حرف می‌زد. دیرتر در یکی از دانشگاه‌های کشور عرب، به نظرم سوریه بود، از تاریخ ادبیات فارسی به زبان عربی درس هم گفته است. بعدتر زبان انگلیسی را به خوبی فرا گرفت و در دانشگاه هاروارد مدتی از ادبیات فارسی درس گفته، به عنوان پروفسوری و پوشیدن خلعت استاد این دانشگاه مشهور مفتخر گشت. میان ما و رستم دوستی صمیمی برقرار گشت. راستی اگر گویم، اخلاص و اعتقاد او به من زیادتر بود نسبت به دوستانش نوری و اندری. من و همسرم با فرزندانمان در ایام خردیشان در مسکو بار چند مهمان وی و همسرش فرخنده بودیم. رستم علیف با وجود استعداد فوق‌العاده‌اش فعل و خوی نااستواری داشت. شخص حساس، پر احتراس و حتی جنونداری بود. زود می رنجید، در خشم می آمد و کینه در دل می پرورید. دانشمند خوب اما به دانش خود مغرور بود. از این سبب با همگینان و همکارانش سازگاری کردن نتوانست. علاوه بر این به میگساری زیادتر از اعتدال میل داشت. این همه به صحت و روند منظم کار علمیش خلل وارد می نمود. رستم علیف سالهایی در مسکو کار کردنش در تهیه چند جلد شاهنامه شرکت داشت. متن علمی و انتقادی گلستان و بوستان شیخ سعدی را به چاپ رساند. با اینستیتوت شرقشناسی ما در تألیف تاریخ ادبیات فارس و تاجیک همکاری میکرد. لیکن به رغم چشم داشتیم ما دوستانش، از همسرش جدا شده به باکو رفت و میشنیدیم که در آنجا هرچند به کارهای علمی مشغول است، ولی با همکارانش سازش ندارد و بیشتر می نوشی میکند.
ماهی مرد سال 1982 با شادروان اعلاخان افسحزاد به باکو و جشن 80 سالگی زادروز شادروان جفر جبارلی رفتیم. شب مهمان رستم شدیم. در خانه بینوایانه زندگی می کرد. جوانزنی در خدمت بود. رستم زیادتر نوشید و از همه در بیوفایی نسبت به او شکایت می کرد. پیدا بود که می بر روح و جسم او بی اثر نبوده است. بعد از 3 سال خبری در گذشت او را شنیده غمگین و پریشان شدم. رستم علیف در علم و در دل دوستان از خود پی گذاشت، اما او می توانست از این بیشتر و بارستر اثری از خود باقی گذارد.